کجا بچه کجا گرانی چیز؟ من مالو بلند حالا ترکمن؟ کجا؟ استان گلستان بلند گفتم. گلستان چندی؟ 51. نه بابا نمیخوره. چمایی؟ اسلام. 52 میشه دیگه. 52. فرزاد در استودیو ایستاده است، عکس پیرزنی که صورتش شهرتنی شده روی ویدیوگاه نقش بسته. فرزاد بعد از گپ و گفت کوتاهی راجع به آنچه تا اینجا برمی گذشته سوالی در مورد تصویر روی ویدیوگاه میپرسد. آقا من سوال میپرسم، هر کی جواب بده 50 میلیون تومان همینجا به شیرینگی جایزه میدم. نه آقا 50 اول ببین بین تماشاچی‌ها اصلا نباید مشخص بشه تو قراره انتخاب بشی. دورت گذاشتیم محسن. بله. چند تا دستور میکنم تا خیلی عادی ولی شائق‌تر از بقیه. یعنی یه جوری که من مجبور بشم تو رو انتخاب بکنم. یعنی امکان داره مثلا اونجا بداهه میام بگیم بغل دستی. میکروفونش چیکار کنیم؟ میکروفون دستی نه نبندی. تو رو قرآن میبندیم لو میره حرفه‌ای باشه. بوم البته میشه. بومو که آوردیم دیگه. بومو گفتیم نمیخواد بیاد جلو. نه. خب ببین تصویرا میاد یه پیرزن میذاریم روش. این زنه خب اساس کار اینه که این که سه تا مرد گشتیم یه زن. علالقاعده تو میگی که زن است دیگه درسته؟ بلافاصله بگو پاشو. خب کدام گزینه است؟ گزینه 4 مریباره. مریباره. یعنی دقیقاً زنه رو تو دیدی؟ تیزبازی در آوردی گفتی نکته انحرافیشه دیگه درسته؟ این درسته خنده درسته دیگه. بله دیگه ما اینیم. بگو ما اینیم. ما اینیم. من یه سوال دیگه میپرسم، اگه درست جواب بدی 50 میلیون تومان میگیری. حاضری؟ شوکه. آفرین واقعا. خب حالا شما بگو خانم مریبارت کارش چی بوده؟ بازیگر، سیاستمدار، نقاش، رمان‌نویس. بازم گزینه 4 انتخاب کن. آره نه اصلا. خب میای اینجا خیلی کامل وای میسی، بعد من اینجا که میگم باریکلا آفرین بردی واسه یه ظرف زرشک میاریم. زرشک بعد بپاشه بیرون. علی داره انجام میده. گذاشت فنر دوست. چیه؟ فنر. جعبه است چیه؟ جعبه چمینو میارم. کوچولو. همین رو بگی که زرشکی. خب یا کن سرت بکنم. یه نگاه من کن. اولم ولی یه نگاه زرش کن. ببین این میشه. خب من نگاه کن حالا پول منو بده. زرش کو میندازی؟ پول منو بده. بیا سمت من. بیا پول من. آقا بیا پول منو بده. جلوتر. پول اصلا پس بزنم اشکال نداره. پیرارم داغون شد. آقا اینو بذار بگوشم بزنم. خب حمله کن. پول منو بده. بزن. پول منو بزن. چون دارشی بزن. بیا. آقا بازی جمع شد. آقا بیا بازی بزن. پول منو بده. آفرین. آقا ما از این سنه باش خارج. جمشید بده توضیح بدم. تو 4 برنامه باید باشی و تو این 4 برنامه مخاطب نباید توی 3 برنامه